این منم و این سیستم مغزه و من قفل شدم به این سیستم. هیچ راه فراری نیست. مغز میگه بعد از تجربه هر اوج لذتی تو باید بیای پایین. چرا؟ چون انرژی ذخیره بشه و باز بتونی بیای بالا. چرا سیستم اینجوریه؟ چون تو باید گرسنگی رو تجربه کنی که به سمت سیری حرکت کنی و بعد گرسنگی و بعد سیری. تو اگر شکست رو تجربه نکنی میلی به موفقیت نداری، پس مثل آب راکد میگندی و میپوسی. اگر این سیستم نبود تو میلی به پیشرفت نداشتی، پس جهان به هدف خودش که تکامله نمیرسی. و یک جمله: ای انسان ان مع العسر یسرا، بعد از هر سختی آسانی است. خب این بحث سختی و آسانیه. چی به انسان آرامش میده؟ درک این که وقتی تو قله‌ای به خودت قره نشی و وقتی تو دره‌ای ناامید نشی. چون این یک سیستمه و هیچ کدوم از اینا تو زندگی پایدار نیست. تمام.